Yakın روزی ما رفتیم همون کورا سر کردیم نهم روز خیالش در یک خانواده پلیس رو ما هم خبر آوردیم همون شوهرش همون پلیس و همون زنش و اویلش هم وقتی یک دیگر هم حمایه کردگیند مردک زنش کودکش رو در آغوش گرفتگی مقصد همون خیلی دستانش هم خیلی شخ بایش کردگی جان تسلیم کردگی که همون بایو مقصد پیش چشمیات همیشه نبودم خیلی حالت بودم همش در جوگه خوابش خواب بودم همین خواب کردگی ده هم خیلی رفتگی هم برای چی که پدر و مادر و در بینشون دخترچهش یا که پدر و مادر و بچهش همش در حمایه کردگی هم با آغوش گرفتگی هم تو هم خیلی در بلاش چپش دگه ما وقتی که از اینجا رفتیم در یک مکتب ما راجع کردن همونجا با یک معلم همونجا صحبت کردیم وقتی گفت یک روز پیش همون زمین جنبی که گفت من همونجا بودم من همون شب گفت مکتب داد و بودم دیجورنی مقصد سمینه دادم گفت هم مکتب من اینجا آمدم میگه مقصد که همین کار شد من تمام عائله‌ام رو پدر و مادر و خواهر و زن و کودکام رو گفت پول از دست دادم مقصد که همشون رفت یک خودم تنها موندم خیلی نفرانی بود که همون عائله‌شون همشون گذشته خیلی اولاد میشد که مردمی همو که زندگی میکردن اونجا برای خشتبارش کوفتنی می اومدن نجات‌دهنده های خود یک طرفه میکردن که نجات‌دهندگان تاجیکستان کار کنند برای چی که ایو مناسبت ایو با جسد با چیز خوبتره کودکایی که وقتی که ما برآوردیم همراه بچه‌ای که همو از درونی همون چیزا گرفت وقتی ما اون رو میبردیم در همون ماشین یاری تعجیلی میموندیم وقتی اون رو خواباندن همین کودک به ما نگاه کرده یک تبسم کرد یک خنده کرد که همون هیچ از پیش چشمم نمیرود تا حاضر مقصد در یادم مانده است مقصد ما درجه نجات دهنده هست تو یکم بعد با هست международный انا و یا قتی وقتی که ما گپ زدیم میگن ما 37 مرده برآوردگیم و 5 تا نجات برای چی که و یا پیش ما رفتگی بودن بعد هیئت رفتگیشون هم زیاد بود ما وقتی که گفتیم ما 217 تا مرده برآوردیم و 3 تا نجات حیا خودشون حیران موندن که 50 نفر تاجیکستان اومد اینجا 217 مرده برآوردی 3 تا نجات داد خودشون международный بودن بعد سال تو چیزشون زیادتر ایدن تجربه وایشون که международный و حساب میخرن